سلام، خوش اومدید به ویدیو من. فضل چنل منه. امروز اومدم که یکی از متدهای خیلی حرفه‌ای که کیوینگ‌های ایران ازش استفاده میکنن، خیلی ازشون متد CLL، یکی بخش خالص دادم، بعد یکی توضیح کوتاهی ازش میدم و میریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها، ما از این از رنگ ها تشخیص میدیم و وقتی پر میزنیم تمام گوشه های ما درست میشه و تبدیل میشه 4 حالت. در 4 تا حالت حساب میارم. یکی این حالت، یکی این حالت، یکی هم این حالت، یکی هم این حالت. این از این حالتیه که واسه هم بپوشه. کلا 4 تا از 4 تا هم خیلی سریعه، چون از وقتی شما سرعت یاد میگیرین 4 تا فرمول اصلی رو یاد میگیرین و شاید خیلی حرفه‌ای باشین. خب 4 تا حالت داره. هر بزنید کلا 7 تا حالته. هر حالت هم 6 تا فرمول داره به جز یکی که 4 تا داره، ولی کلا جمع میشه 40 تا حالت که ما نیاز نیست فرمولای سان و آنتی سانش رو حفظ کنیم، چون همینطورش خیلی سریع هستن و راحتن. حالا میتونیم بریم از سایت های دیگه یاد بگیریم، ولی من اینجا آموزش نمیدم. خب میریم برای آموزش. اول از حالت هایی شروع میکنیم که اول از این حالت شروع میکنیم که 2 تا ضرب جلو، 2 تا ضرب پشت، یکی پلاس. خب میریم برای تشخیص. خب بچه تشخیص ها رو ما از رنگ های بالا میدیم. خب وقتی ضرب رو بگین رو برو، این رنگ با این رنگ هم رنگه به صورت خط و این رنگ هم با این رنگ هم رنگه به صورت خط، به صورت ستونی هم رنگه. هم رنگ فرمش میشه RU2 R', RU R'. به سادگی درست میشه. یه نکته که فرمولای مثلا از چند جهت هم بتونیم بزنیم، حالا من میگم اگه دوست داشتیم حفظ کنیم برای سرعت تش. اگه دیدین همین حالت بود و زرداش کنار ما بود، فرمولش میشه RU R', RU', RU2 R'. حالت بعدی. خب بچه حالت بعدی دلت بزن. حالت بعدی اینطوریه که این 2 تا قرینه، این 2 تا قرینه. یه جور دیگه هم میتونین حفظ کنین که مثلا این 2 تا هم رنگ، این 2 تا هم رنگ به صورت خط. میتونین به صورت خط عمودی بگین این 2 تا هم رنگ، این 2 تا هم رنگ. من ترجمه اینطوری بگم راحت تره. خب شما اولش که F میدین، بعدش 3 بار RU R', RU F. همین سادگی. بریم واسه فرمول بعدی. خب حالت بعدی این 2 تا هم رنگ، این 2 تا قرینه. فرمولش میشه U F RU', RU2 RU R', F.